بچه ها اومدیم گل فروشی گل بخریم. ببینید چه گلای قشنگی داره. به 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 به. تابستون میشه ما دیگه کلا میایم سراغ گل. سلام خوشگلای من. امروز بعد از اینکه با آبجیا رفتیم چای خونه که جای همتون خیلی خالی بود و بعدش رفتیم گل خریدیم، اومدیم خونه. منم تصمیم گرفتم رفتم از درخت آلوچه و انبو کندم. گفتم یه چیز خوشمزه گیلانی درست کنم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. راستی گلای من، این چیزی که زیر دست من میبینین اسمش نمیاره، ولی ما گیلانیا بهش میگیم نمکار و توش اکثر غذاهای گیلانی رو با این درست میکنیم داخل این، مثلا کاله کباب، زیتون پرورده. اصلا تو این یک لذت دیگه داره، یعنی فوق العاده خوشمزه میشه. این خوشگلم اینجا میبینید بهش میگم مشت سنگ. میبینید کامل تو دست، یعنی که تو مشت جا میشه و به راحتی میتونیم باهاش مغز گردو رو بسابین یا مثلا برنج، گندم، اینا رو باهاش بسابین. خب اینم که اینجا میبینید اسمش دلاره، البته با بهش نمک سبز گیلان میگن، یعنی اینو به اسم نمک سبز گیلان میشناسن. با سبزی های معطر درست میشه بچه ها، فوق العاده هم خوشمزه است. خب میریم که با هم مراحل حالیدشکن رو ببینیم. اول از آلوچه خوشمزه‌مون شروع میکنیم. اینم از انگور. خب بچه ها ببینید این آلوچه ها رو قشنگ باید اینجوری بکوبین که ببینید این شکلی بشه. البته هستش نباید بشکنه. حالا چرا باید اینجوری بشه؟ چون وقتی دلا رو بهش زدین قشنگ به خورد آلوچه بره. که همین الانش هم من دهنم آب افتاده، یعنی یه چیز فوق‌العاده‌ای میشه بچه ها. از بچگی اینا رو مامانامون درست میکردن، میدادن بهمون، ما کلی ذوق میکردیم. به به به. یعنی منتظرم. یعنی نمیگی دهنی فیلم بردارم این پشت داره آب میاد؟ بله چرا که نیاد. بعد جور دارم خودم رو کنترل میکنم. اشکال نداره، الان سریع درستش میکنم که آبجیا بزنیم تو رگ. وای 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 وای، آب دهنم راه افتاده. خواهر جان، جان خواهر، الان درست کنم. بچه ها اینقدر ما از بچگی اینو خوردیم دیگه، مثلا برامون یه عادتی شده. اونم این موقع سال که آلوچه های تازه میرسه، انبوی تازه میرسه. حتما باید این ترکیبو داشته باشیم. ترکیب طلایی استثنایی. ببینید بچه ها الان این ظلمه. دلار خوشمزمونم یا همون نمک سبز گیلانی رو بهش اضافه میکنیم. اینجوری میریزیم که به خورد همشون بره. اینقدر این سبزیش عطر میده بچه ها. این دلارش وای چه صدای لذت بخشی. داخلش هم آب افتاده. کسایی که مثل من گیلانی هستن این ترکیب طلایی رو خوردن میدونن که من چی دارم میگم. صدای ملش مولوش من از این پشت میاد. آره دهن خودم هم آب افتاده.
به به به، چه عطری چه عطری. یعنی این عطرش خودش یک چیز عجیبیه. وای 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 وای. ببینید بچه چقدر خوشگل شد. خیلی چه سبز و زرد خوشگلی. ببین. خب بیاین با هم تستش کنیم. وای خدای من، یعنی فوق العاده. شما ببین چقدر دلار قشنگ به خوردش رفته. یعنی همشو نخوری. عالیه بچه ها، بی‌نظیره. همشو نخوری. وای من نه، این همه برای تو هم میذارم، حتما میذارم خواهر گلم. بچه ها اینقدر خوشمزه است، اینقدر خوشمزه است. از من میشنوین حتما این امتحان کنید. یه ترکیب خوشگل‌تر هم میتونیم بزنیم. ببینید اگه لواشک دارین مثل من، این ترکیب خوشمزه رو اینطوری بذارین لاش. ببین بچه ها، ببینین اینجوری خوشمزه امتحانش کنیم. محبا بیا بخور، مگه نه همشو میخورم. الان میام. ببینیم یعنی بی‌نظیره بچه ها، بی‌نظیره، عالیه. اگه مثل من به ترشیجات، به آلوچه و این چیزای ترش و خوشمزه علاقه دارین، حتما امتحانش کنین. عزیزای دلم، خوشگلای مهربونم، لایک و سابسکرایب یادتون نره. خوشحال میشم از من حمایت کنین.